موتور تنش شکسته بود، موقع راه رفتن هی میلرزوند. بازش کردیم، وسایلش رو باز کردیم گذاشتیم کنار، داریم تنش از 2-3 جا شکسته. حالا داریم جوشش میدیم. ببینید اینا یک موقع خریدن موتور به این جور جای تنه خیلی دقت کنید، نگاه کنید. این جای شاسی تنه اصلیشه، جایی که جک دو پا میخوره. یعنی اینا همه شکسته بوده، یه خالجوش الکی زده بودن در حدی که فقط بفروشنش. بعد یه مدت که ما سوار شدیم یواش یواش اون جوشی که داده بودن که نگرفته بود دیگه ول کرد خودشو، شروع کرد به لرزیدن، دیگه خودشو نشون داد. تا بازش کردیم دیدیم که بعد خیلی وضعش خرابه. ببینین اینا جوشی بوده که اونا دادن فقط برای فروختنش. این معلومه این موتور تصادفی بوده و ما موقع خریدن نفهمیدیم. ببینید چه ترک خورده از اینجا. این جوشی بوده که یه خالجوش الکی زدن بعد باز شده. از اینجا قشنگ ترک خورده تا بالا، همینجوری ای داره میره بالا. اینم تنه اصلیشه. کامل جدا شده. اینا رو حتما موقع موتور خریدن دقت کنید. اگر طرف دیدین یه دفعه 2-3 میلیون تومان کم کرد، تخفیف داد، شک کنید، حتما ببرین نشون بدید. ببینید اینو از اینجا شکسته بود، برداشته بود 2 تا خالجوش الکی زده بود، اونم نگرفته بود، با بتونه صابونده بود، قشنگ صاف کرده بود که معلوم نشه، با بتونه درزاشو گرفته و رنگ کرده بود، دیده نمیشد. یه مدت که ما سوار شدیم از اینجا دیدم جدا شد. حالا اون موقع من یه جوشی دادم که فعلا جدا نشه، تا الان باز کردم اینا رو قشنگ صاف بزنم، تمیز کنم، یه جوش مرتب بدم که اساسی بشه. حتما اینا رو دوستان موقع موتور خریدن دقت کنید. این بعضی، حالا نمیشه با همه نمایشگاهی ها، ولی بعضی از نمایشگاهی ها واقعا کلاهبردارن. اینا رو انقدر قشنگ رنگ میکنن، درست میکنن، دیده نمیشه. اون موقع ما میریم میخریم، سوار میشیم، میبینیم بله موتور خوبه، سالمه. یه هفته 10 روز که سوار میشیم شروع میکنه به لرزیدن. وقتی بازش کردیم تازه میبینیم که مثل این چه خبره، که این موتور تصادفی بوده و خیلی هم داغون بوده. ممنونم.